چه چیزهایی همراه با ملکه الیزابت دفن شدن؟ اول از همه گوشواره‌های مرواریدیشه که مادر بزرگش کوئین ماری بهش هدیه داده بود و تقریبا همیشه از اینها استفاده می‌کرده، به قدری که این گوشواره‌ها رو مشابهشون رو به عروسش و عروسهاش هم هدیه داده بوده. دومین چیز حلقه ازدواجش بوده و سومیش هم گردنبند 3 بند مرواریدیشه که هر سال پدرش بهش 3-4 تا دونه مروارید میداده که به گردنبندش اضافه کنه و طی سالها این گردنبند همینطور بزرگ و بزرگتر شده. چهارمیش هم این کوئین سپتر هست که نشانه قدرت سلطنتیه و اون رو از وسط شکستن و به همراه ملکه دفنش کردن که نشونه تموم شدن قدرت ملکه هستش. کوئین الیزابت بیش از 300 قطعه جواهرات داشته که بیشترشون به کیت میدلتون و دخترش شارلوت به ارث رسیده. برای دونستن استایل ها و اخبار بروز دنیا حتما به کانالم سر بزنید.